این ولی قراره بچه بریم کیش با بچه‌ها یاسین، یزدان، عارف و علی. بچه‌ها بیشتر برای مسابقه دارن میرن ولی من با خاطر تمرین دارم میرم و یاسین یکم آسیب داره شاید نتونه تمرین کنه. بریم ببینیم که کیش چه کار می‌کنه. بریم. منم همینطور. اجازه نمیدم ببرید. The next day. نظر دارم بیس چیه؟ خوش بدم یا واقعیت بیس خیلی بدیه. یک نمیدونم چجوری میخوام تو این اسپید بزنم خدا وکیل. چوس مسخال جای واقعا جا نداره برای بالا رفتن و حرکت زدن. حالا فیرانی میتونی 2 تا میله بزنی. اسپید نمیدونم دور خودش باید بچرخه فکر می‌کنم. من بیس بهتون نشون میدم. فقط جالب برام اینجاست 12 تا اسپانسر داره. بیس مسابقه اندازه موزه و بچه‌ها رو هتل انداختن بیرون. بچه‌ها از هتل رفتن خوابگاه. هتل 6 ستاره. هتل 6 ستاره هم که قرار بود بدن شده خوابگاه 20 ستاره. یه باشگاه ورزشی اصلا 6 سال فری استایل شده. 10 میلیون اسپید و اینا هم دیگه هست. دوم سوم و اینا همش تقسیم میشه. 40 میلیون بین همه تقسیم. هتل 6 ما هم قرار بود بدم بهمون نداد. خودمون رفتیم. الان یاسین داره برای عارف فلو میچینه و مسابقات فینال مردا الان شروع میشه. بریم ببینیم که تو مسابقات مردا بخش فینالیست بچه‌ها چیکار میکنن. کام بهتره کنه.
نداشته ایرانش تمیمی ماشاءالله. Sicuro. عجب مسابقه بود، واقعا لذت بردم از سبک بچه‌ها، ولی کاش مثلا خیلی بیشتر حمایت کنن از بقیه. ایرانی‌ها توی مسابقات جهانی خفنن، واقعا لذت بردم. حالا ببینیم که نتایج مسابقه به کجا میرسه. به نظر من الان عارف اوله. نظر شما چیه؟ اکبری راستی، اکبری هم خیلی خوبه. آقا اصلا نمیشه حد زد کی میتونه اول بشه، انقدر که سبک مسابقه بالا. ایلیا موعد اصلا پدر فرانی میشه. ولی سنش هنوز به پسر میخوره. بله خواهش میکنم به افتخارشون. ماشاءالله. باری چنده به شما. نفر دوم محمد اکبری، 2 تا برادر هستن. پشت صندوق فعلا بایستید عزیزان من. مرسی به سرای گلم. اکبری گرفتم باری چنده بهتون. و نفر اول جناب آقای امیر مهدی صابری از شهرستان ارسنجان. جهان رو جشن بگیریم با همین بچه ها. الهام جان الان بچه بالاخره وقتش رسید، لباسمو در آوردم کیک لباسمو در آوردم رفتم کیک و میریم سروش و سپورت کنیم. امیدوارم که خوشحال بشید. تولد از همینجا مبارک. قرار بود خوشی بلندو بگیم خب ولی خب این بلد نه دیگه فکرم نه جمع اینجا.
اوه چه نمایی شد. برو یا حضرت مسیح. همین الان تصمیم گرفتیم تو این آسانسور اینجا کورک بزنم. واسه الان دوربینو بگیر. مرگ خوبه میشه پای من اینجا کفشم اومدم چیپون به اینجا یه کورک زدم. آقا جواد لطف کرد فیلمشو نگرفت. خب بچه‌ها الان مسابقات اسپیده. الان بچه‌ها دارن اسپید مسابقه میدن. ببینیم چیکار. اگه مسابقه اینطوری که این نقطه A تا B رو به سریع‌ترین حالت ممکن بزنید برنده اید. الان بچه‌ها دارن میزنن هر کی ثانیه‌اش کمتر باشه تو مسابقه اسپید اول میشه. خب بچه‌ها الان اومدیم اینجا داریم اینجا رو تمیز میکنیم که من یه سایت پلیس بزنم بریم اینجا. تو اینجا چشم اینجاست یکم ترسناکه ولی خوبه. جوادم میخواد احتمالاً. جواد چی؟ جامپ. جواد میخواد جامپ درجا؟ استندینگش هم میشه اون لبه چیزش خرابه یک ذره. اون اگه بکنه راحت میشه. نه بابا بالا درخت میزنه استندینگ. آجی نمیگم. گفتی بچه گفتم اونو واسم بگیرن اینو بزنم. بریم ببینیم چی میشه. آسام. ایزی. چقدر انداز من ساید اینجا رو زدم ولی خیلی کثیف زدم. واسه میخوام یه بار دیگه هم بزنم ولی خب جاشو دوست داشتم. فکرم ساید پرس درجهش هم بزنم ولی نمیدونم. خب یه مارک برای این. اوه این خیلی ووو لیتس گو. تمامه تمام. چقدر خوب ماشاءالله. بچه‌ها الان زدم یکم راضی نبودم ولی خب مرسی از جواد باعث شد من بزنم. درجهش اصلا تو ذهنم نبود چون تا حالا سایت درجه‌مو خوب تمرین کرده بودم ولی همیشه با بچه پارکور می‌کنی حال میده. دمت گرم آقا جواد. چاکرم. یو بریم واسه ویدیو بعد بریم چیکار می‌کنیم. باید پارکوری بزن ان شاء الله. بگیر 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 با نفسش دفت آی نه اوی اوی اوی
بچه‌ها اینم از سفر کیش، هم مسابقه و تمرینات لب ساحل و سروش گینر دو بود. اگه با این ولاگ حال کردی لایک، سابسکرایب، زنگوله همه این جور داستانا رو فالو کنید بزنید. منظورم فالو نکنید، زنگوله رو فعال کنید. ببینید بچه‌ها. خب تا ولاگ بعد خدافظ.